انرژی برق را صرفه‌کارانه استفاده بریم میکنیم. من چند روز پیشتر پرزیدنت محترم مملکت ما گفتن که همین پنل های آفتابی را استفاده برن. مردم به مراجعت کردن. خب وابسته به آنه که در برابر دیگر پیامدهای خود تغییریابی اقلیم آیا میتواند به سلامتی انسان تشویش آور باشد؟ 40% سلامتی انسان به محیط زیست وابستگی دارد. 50%ش به خود آدم. بیشتر 90. همه 10%ش به این بیتی. به سبب ما تاجیکان نمیگیم که طبیب هر کس خودش هست. همه چقدر همه حرارت هوا بلند شود، همه قدر نگاه کنید بیماری های سرایتی بیشتر میشه. در 10 سال اخیر کره زمین از تاثیر تغییریابی اقلیم حالت طبیعی خود را کاهش میدهد. یعنی دیشه ها آتش میگیرند، از شکسته پاره های پیرک های انتارکتیدا آیسبرگ ها خیلی زیاد در اقیانوس ها به چشم میرسند. در قسمت خشکی سیاره باشد با ذخیره های آب آشامیدنی کم میگردد. یک استاتیستیک امور درست باشد، حاضر در همین شهر دوشنبه بعد نگاه کنید که همین نهایت مقدار آدما ممکن از میلیون 1.5 میلیون هم گذشته باشد. بنابر همین فضای اکولوژی ما، یعنی مردم ما یک جبهه اکولوژیش بنی همه جبهه ها در حتی در سیستم معالجه هم تاثیر کرده. کدام منبع انرژی میتواند افلاس شوی رو، یعنی افلاس شوی هوای اتمسفر را کم کند؟ چی اندیشه دارید؟ دکتر معلوم کردن که اگر 365 روزی که در یک سال است یا 366 روزی که در یک سال است، در جمهوری تاجیکستان 300 روز آفتابی است. 300 روز آفتابی است. ما از همین نور آفتابی که برای ما خداوند ارزانی داده است، وقتی درست استفاده بدهیم.